دکتر صاحب کویته چی را میگه؟ کویته اون دندان که برما میکنیم هر چقدر شکل میگیره به کویته میگن، سوراخ دندان هست. اینا شما دیگه سوراخ دندان نگوید. کویته که گفتی هدفش معنای از نمی که اون دندان که هر چقدر تخریب شده یا در سر کریز یا ضربه شکستگی یا برما کردی خود نمونه کویته میگن. این شکل. این دندان مثال این شکل سوراخ است. اینا میره کویته میگن، کویته دندان. اینا رو در آماده سازی کویته، ما چرا آماده سازی کویته رو میگیم؟ آماده سازی کویته در بعض حالات مریضا شکایت دارن. چه قسم شکایت از چیزی دارن که میگن می دندان ما مواد مفت به خاطر کویته صحیح شکل نمیدی، گیرش مواد صحیح نیست. یا مثال در دندانهای پروکسیمال نه چیزونه باید شکل کویته رو جور کنیم که مواد گیرش داشته باشه و هم نسج دندان زیاد تخریب نکنه. دندان‌ها نه که دیگه برما کرده به دانش خبر کنیم دندان نازک شده میره. تو وقتی که میشه گفته خوشم میاد که الوا دندان میشکنه گپشون حقیقت داره به خاطر چیز که دکتر دندان برما کرده کویته رو صحیح جور نکردن، انساج زیاد از بین بردن. یک زمان میشه که مریض میای نام خوردن طرف دندان میشکنه چیز که دندان از اینا ما شکل کویته رو قسم جور کنیم کم مواد مخود گیرش داشته باشه و هم انساج زیاد از بین نبریم، انساجمون باید باشه. اینا در کویته در کلاس اول دکتر صاحب آماده سازی کویته کلاس اول. کلاس اول کدام کلیس بود؟ کلیسی که در قسمت سطح قسمت های اوکلوزر و انسیزر در دانهای قدامی قرار داشته باشه. در کلیس های از دکتر صاحب در کلاس اول چه قسم میکنه؟ در کلاس اول کلیس در این ساعت قرار داره. در اینجا ما در این ساعت کویته که جور میکنیم دکتر صاحب ما نیاز به چی نداریم، نه بیز در اینجا داریم نه چی؟ نه لاینر. در این کلاس گفتیم ما با یکیش ضرورت نداره به خاطر که کویته ما کمتره. دندان قسم برما شوه اینا اگر به شکل کویته را آماده میسازیم اگر در کلاس اول باشه در این ساحه دندان ها رو میگه قسم جور کو که داخل دندان به چی شکل باشه و این قسم به شکل دنبو خوچی میگن. خوچی را میشناسه؟ خوچی را؟ چیه؟ در بهار که میگن در بهار بسیار چیزا در بهار گرمی هم میگن دنبو خوچی میگن یک پرنده است که دنبو هدفش چه قسم است؟ یا به شکل پوزه شکل میگن جور کو کویته دندان به خاطر چی؟ میگه تو دندان شکل جور کو که داخل از این دندانت اینطور باشه. این دندان است، این دندان است شکل کویتهش اینطور جور کو که از داخل نهایتا کوچک باشه و از داخل کلان باشه به خاطر وقتی که تو اینجا مواد را که پر میکنی مواد نتونه باز دوباره بره، مواد نمیتونه بره داخل خارد باشه. اما مثل که اینجا یک مجرا یک خورد این چپ جور کنیم اما داخل زیاد کلان است همزمان کنه یک چسبیده باشه این یک سراغ نمیتونه بره. اگر این مکمل دیوارا نباشه بسیار راحت میتونه بره با یک چاکلیت با یک انرژی با یک مواد قندی چسبان بسیار راحت‌تر میتونه خروج و بره. اینا در دنبو خوچی هم که گفتم معمولا زیادتر دنبو خوچی رو در دندان‌های عملگم شکل گفتن. باز ما در دندان‌های کمپوزیت یا باز بسیار راحت بر ما اینو میشکل است که ما باز دو قسم مواد دیگه داریم به خاطر جذب از به خاطر استحکامیت از ثبات از یکی دندان یکی چین داریم یکی هم باندل داریم که اینا به خاطر ثبات دندان هاست. اینا دندان هایی را که میگه شکل میتین در کلاس اول، کلاس دوم، کلاس سوم، کلاس چهارم یا تا کلاس پنجم باید دندان شکل کویته جور شود که یعنی قسمت نهایتا کوچک و داخلش کلانتر باشه که در اینی حالت باز دندان نمیتونه براحتی مواد از کانال بیرون شود. اینا لیده چه وقت کار میکنی؟ در زمان کار میکنی که دندان مکمل کریس آور داری، کریس باقی نمانه و دندان هم شکل دی. اگر در قسمت پروکسیمال دندان باشه کریس در قسمت پروکسیمال بغل دندان باشه این گفته به شکل نلبکی شکل بودی. نلبکی چی را میگن؟ اوکشیک میگن اون نمور نلبکی به شکل نلبکی شکل بوده تو هم با این قسمت میشه کانال دندان ها مکمل برداشته میشه این شکل. این دنبو خوچی یا نلبکی شکل این شکل میتیش که یعنی به اعتبارت بگویم که
اینطور دیگه کلاس دوم است. در کلاس پراکسیما من در مجموع باید تشریح کردن اینی شکل باید قسمت پراکسیما شکل داده شود. مواد برایتی خود جدا نکنه، چرا که دندان ها در دو حالت خیلی زودتر خود مواد جذب نمیکنه، خود مواد خود جذب میکنه. یکی در قسمت سرویکال باشه، از این ساعت زود خدا خطا میتونه به خاطر فشارهای بروزلی نیستش خطا میکنه و یکی هم در پراکسیما. در این دو ساعت زودتر خدا خراب میکنه. با او دلیل باز یکی به شکل تنبوچی یا نربکی شکل باید داده شود و دندان ها باید شیار زده شود. شیار چی را میگن؟ شیار یعنی به شکل سراخ در قسمت انساج سالم، مثل که ما و شما گفتیم کاشی میشن یکان تا سراخ میکنن دیوالا را باز میگن مساله بگیرنی اونم سراخ کردن از اون بانم شیار میگن. شیار باید بزنید با انفیس برمه را میگیری زیر پایت دندانت سراخ میکنی سراخ نه در هر دندان اینیا قسمت های داخلش هم وقتی کریزت برداشته شد باید شیار بزنید این شکل به خاطر که مواد خدا خوب به اون صاحب جذب کنید. اینجا هم ماده